برای چی میدوی؟ برای چی هرس میخوری؟ امضا بهت دادن که قراره 80-90 سال حتما عمر کنی. اصلا عمر کنی، بالاخره که تموم میشه. همین یه باره، همین یه بار. ما یه دوستی داشتیم دائما میدوید، هرس میخورد، میخواست فلان مدرک رو بگیره، اینو میگیرم، اینو میسازم. امید داشت. یه دفعه در اوج جوونی، زمانی که حتی فکرش هم نمیکرد، ایست قلبی کرد بدون هیچ گونه سابقه مریضی. تموم شد، تموم. فرقی برای این دنیا نمیکنه که تو داری هرس میخوری و منتظر فردایی که همه چی درست شه، بعد همه چی خوب میشه، یا واقعا با هر چی که داری زندگی میکنی. اصلا از کجا معلوم که فردا میاد؟ میگه زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در امروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. هرس نخور. همین یه باره، همین یه بار. برای چی میدوی؟ برای چی هرس میخوری؟ امضا بهت دادن که قراره 80-90 سال حتما عمر کنی. اصلا عمر کنی، بالاخره که تموم میشه. همین یه باره، همین یه بار. ما یه دوستی داشتیم دائما میدوید، هرس میخورد، میخواست فلان مدرک رو بگیره، اینو میگیرم، اینو میسازم. امید داشت. یه دفعه در اوج جوونی، زمانی که حتی فکرش هم نمیکرد، ایست قلبی کرد بدون هیچ گونه سابقه مریضی. تموم شد، تموم. فرقی برای این دنیا نمیکنه که تو داری هرس میخوری و منتظر فردایی که همه چی درست شه، بعد همه چی خوب میشه، یا واقعا با هر چی که داری زندگی میکنی. اصلا از کجا معلوم که فردا میاد؟ میگه زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در امروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. هرس نخور.